انجمن نیشتیمانی کردی ل سوریه داخویانیک درباری نوچه آلا درخستنا جوینکی ناورا کمیتا پیوندین درویا آنکسی و وزارت درویا ترکیه دا بلاف کر و تید او نوچه رد کر و تکس کر که افهلمتین راکاندنه نجو آلیه پیاده و آلی گرهن وی لدجی انجمن نیشتیمانی کردی ل سوریه و آرمان جو نرین نوین سیاسیه. ده روزا دوشنبه 16 طباخ اوفیسا راکاندنا ناوندی انجمن نیشتیمانی کردی ل سوریه داخویانیکی دا گفت که روزا یکشنبه 15 مهده هن روپلین جواکیین بسر پیاده و نوچه یک درج راستیه بلاف کرنه گوته ده دبیجه هفدیتنک نابرا کمیتا پیوندین درویا آنکسی وزارت درویا ترکیه ده 21 حزیران بوری ده هاتیه گریدان. و اینه پلیک سخته بناوی کمیتا پیوندین درویا آنکسی و کوتکزیه جوینه را بلاف کریه. آنکسی داخویانی خدا گفت که اما که انجمن نیشتیمانی کردی ل سوریه اوفیسا راکاندنا ناوندیاوی و نوچه درج راستیه رد کن. اف نوچه د چارچوبه هلمتین راکاندنین بردوام جالی راکاندنا پیاده و لدجی انجمن نیشتیمانی کردی و نرین نوین دیار و راسته ده پشتوانیا و گراولاتین عفرین سریکانی و گری سپیل سرمال و ملکین وان تکرنه. هر وحا لدجی یک هلوست و نرین آلین کردی لروش آوای کردستانیه. داخویانی آنکسی سربار کرکو کریار و هلمتین به وی آوای تجاری انجمن نیشتیمانی کردی لسر کار و خبات و سرخستنا آرمان جوی و ناگرینه و بردوامی به کار خواه بده و برجواندیا گلی کرد لسر هر بابت کیره. پیاده و راکاندنا خود بلاف کرنان و شین درج راستیه لدجی انجمن نیشتیمانی کردی و سر کرده و اندام و آلی گرین و ده بردوامه و به هلمتین راکاندنین سخت و نراست لدجی آنکسی رادبه و بوان هلمت و نوچه نراز دخوازه رایا گشتیا کردی لروش آوای کردستانی بخاپینه و چاوه خلکه جنه سرکفتنا ریوبریا خو روشاولت یا خراب بگره.